مهدی جون برو بریم. سامان قدوس تو فرانسه برای کدوم تیم بازی کرد؟ درسته. خودت تنها لژیونر ایرانی که زیر نظر مورینیو بازی کرده. سردار آزمون. درسته. روک سانتا کروز برای تیم ملی کدوم کشور بازی کرد؟ پاراگوئه. درسته. قهرمان ترکیه کشتی آزاد سنگین وزن جهان. نمیدونم. تا گل. بریم اونور. شماره پیرن بهنام یخچالی تو تیم ملی بسکتبال 8. درسته. آفرین. تنها گل ملی پژمان جمشیدی جلو چه تیمی بود؟ راهنمایی کنید. نمیشه. گرجستان. بریم اونور. مهاجم پرسپولیس که به دلیل شادی گل جنجالیش توسط AFC محروم شد. ایسال کسی. درسته. دژان کولوسفسکی بازیکن تاتنهام اهل کدوم کشوره؟ سوئد. درسته. تییاگو موتا قبل از یوونتوس سرمربی چه تیمی بود؟ بولونیا. درسته. پست پوریا حسین خانزاده تو تیم ملی والیبال. پاسور. در افکاری قدرتی. بریم اونور. قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران که الان رئیس فدراسیونه. سجاد انوشیروانی. درسته. کوین یامگاه تو کدوم دوره به استقلال اومد؟ دوره کدوم مربی استقلال کی بود؟ یامگاه استقلال کی بود مربی؟ فرهاد مجیدی. درسته. بهترین گلزن تاریخ باشگاه چلسی فرانک لامپارد. درسته. پر افتخارترین تیم فوتبال اسکاتلند سلتیک. درسته. مجموع مدال های کشتی فرنگی ایران تو المپیک پاریس 4. آفرین. کدوم شهر ایران به برگزاری کورس های سوارکاری مشهوره؟ گنبد. درسته. کدوم تیم سابقه قهرمانی جام حذفی داره؟ سبا باتری یا آلومینیوم؟ سبا باتری. درسته. سعید دقیقی در حال حاضر سرمربی کجاست؟ خیبر خراسان. درسته. رامون سانچز پیسخوان ورزشکار سویا. درسته. آفرین. دست بدید افتخارش. هیچ نداریم کاری سامی. علی چی ذخیره میگفتم؟ نه عالی. علی من داشتم میترکیدم. آب میتونم بخورم؟ نه هیچ کار نکن. چشم. آخ. خب بچه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آقای حسین پور 10 تا، مهدی رحمتی 6 تا. مهدی 27 ثانیه زمان داری. بله. اگه همه رو جواب بدی من میخونم برات برنده میشی. اولین اشتباهت حسین پور برنده شده چون این اشتباه نکرد. دیدی که بله. زمان داشت الان گفته بود تموم شده بود بازی. تو استراحت کن. سوال دارم. استراحت کن الان. مهدی بریم 27 ثانیه. ریلکس باش، راحت باش. برو بریم. رقیب لیورپول تو فینال لیگ قهرمانان اروپایی 2019 تاتنهام. درسته. تکواندو ایران تو المپیک 2012 چند تا مدال گرفت؟ 3 تا مدال. 1 دونه مدال. آقای حسین پور برنده شده. دست بزنید.